خب بذار تا یه دور روش بخونم. نه خب صبر کن. اولش چی تو خواستی بگیم تو کلیپایی که دیدیم؟ اون مرض به خدا واسه چی اومدی من کلیپ بگیریم؟ ما اصلا نمیدونستم چی میخوای بگیری. داره میگیره؟ آره آره. چیکار کنیم اینو من پیدا نمیشه. پیدا هست. پیدا هست برازم اینو برداریم. حالا اینو برداریم. اینا بردار اشکال نداره. خب چایی هم می‌خوای؟ آره استرس میگیرم اینو چیز کردم. خب جون من نگم دیگه بکنیم. داده مالین واخ چی زدی؟ دقیقا این عروسیمو میخوای بری آجی. خدا بیرون آجی دوست داره همیشه شیک باشه. آجی فهمیدم من عادی داریم میگیریم. همین الان زشتم. خب فیلتر نیست. من همینجوری خوشگلم ولی. خب بچه‌ها امروز اومدیم چیکار کنیم؟ چای بخوریم. نه خوشگلی زشت. گوشتم من نارم مناله. ببخشید عباس آقا. بلند می‌شدی صبح زودتر خودت نهار درست کردی. دیگه بود علاقه چی؟ اصلا راجع به صحبت عصبی میشم. خب اولش ما سلام علیک کنیم. آره سلام ما اومدیم مثلا با فلان. آره بگیم اینو سلام کنم. نه اگه اینو گفتی میلادی چی افته؟ میلاد. هی گایز. مرحبا. خب نه چیزی بگیم این نوشته میزنیم روش. خودم حرف میزنم تو که هیچ وقت بلد نیستی حرف بزنی. جایی خالخالی میخورم. سرعت تقریبا مود. بسکویت پشت بدن شو منده چند. نه روزم خراب میشه. شام میخوای عزیزم؟ خب سلام. ما بعد از سالها تصمیم گرفتیم که با هم یه ویدیو بگیریم و افتخار دادیم به هم. یعنی انقدر تلاش میکردیم سالها که با هم ویدیو بگیریم ولی میدونستیم دعوامون میشه و نمیگرفتیم. الان دیگه گفتیم که خیلی شده قبل از این ویدیو خیلی دعوا کردیم ولی خب حالا بالاخره امروز اومدیم که یه ویدیو بگیریم و ببینیم که خصوصیات اخلاقی همو میدونیم یا نه. حالا بعد نظر شما رو میپرسیم که ماها رو میشناسید. ببینید کی راست گفت کی دروغ گفت و فلان این حرفا. عوامل پشت صحنه هستن. میخوان از همون سوال بپرسن و خب باید به هم اشاره کنیم و جواب بدیم. ان شاءالله که دعوامون نمیشه و دیگه همین دیگه. چشمون رو ببندیم؟ نه چشمون رو ببندیم بدتر فکر کنم بعدش خیلی گیس و گیس کشی میشه. همینجوری صحبت میکنیم. خب اوکی بریم. میشه اینجا وایسی که من انقدر زل نزنم به این بریم رو برو. آها یس بی مرسی که هست. خب عوامل پشت صحنه کشتنشون از تو پوشی در بیارم. خب سوالش تو خب سوالات گوشیه بیبی. فکرم داره چت میکنم. نه خب گو. خب به نام خدا. فقط یک سوال داشتم خانم آرام. خواهش میکنم. میشه قاطی بپرسم؟ نه چون یادت میره کدوم رو میپرسی. آفرین. آها. خب به نام خدا. بچه‌ها دروغ نمیگی فاطمه به قرآن میزنمه. قرآن دروغ نمیگه ولی اگه دروغ گفتی منم تو رو میزنم. باشه. بچه‌ها خیلی منصفانه. واضحه کسی دروغ بگه میفهمیم. اینجا شاهد هست. اوکی. آره قرار شد نظر بقیه رو کامنت کنم. آره بعد کامنت ها پر میشه. خب کی عاشق پیشه تره؟ خوشم. کی بیشتر بچه دوست داره؟ کی خوش سفرتره؟ دوستان میدونن اینو بچه‌ها میگن دستش به کسی هم حرف نمیزنه. اینو بچه‌ها میگن. اینو بچه‌ها میگن بهتر میتونن جواب بدن. خب اینم که خیلی واضحه. کی زودتر آماده میشه؟ بدون شک. اصلا آماده نمیشه. نیست. من آماده میشم. خب کی اول از اون یکی خوشش اومد؟ من رفتم بهت گفتم بیا با آره. هم دوست شیم. آره. خیلی جدی بود. سلام. من کاش بازش نکن که اصلا کام سر چی بود. اوکی من رفتم پیشنهاد دوستی دادم. اوکی. next one. کی رمانتیک تره؟ کی صبورتره؟ کی منطقی تره؟ ها یم
گال خودش از حق نگذن گال. قبول کرد. کی بیشتر خرج میکنه؟ نه خدای جفتت. نه بیشتر خرج میکنه که این خرج میکنه. بس اینه که آره سر چی خرج میکنیم؟ به نظر من منطقی تر خرج میکنم. ما خیلی منطقی تر خرج میکنیم. زندگی رو بزنم خرج کنیم. بزن به آرزو بزنیم. یه زن به آرزو بزنیم. کی خرجش بالاتره؟ نه. کی مهربون تره؟ کی خوشتیپ تره؟ من رو نرو پشت من. کی شکمون تره؟ من خیلی میخوام. کی لوس تره؟ اینو فکر کردم اون نشون میده آه، من خیلی لوس دارم و یهو قهر میکنم ناراحت میشم کلا حرف نمیزنم مثلا سرش. آره بیبی کی شلخته تره؟ من کی تنبل تره؟ من کی همش خوابش میاد؟ سلطان بس ولی ولی خوابم- خوابم پیدا کردم. ولی انصافا خوابم کمه. نه چیزه بد میخوابم، یعنی تایم میخوابم فرق میکنه. خب من شبا بیدارم. خب همین به خاطر همین همش خوابته. شب نمیخوام. خوابم کیفیت نداره. قربون کیفیت خوابت بره. خب دیگه نگو. کی همش گشنشه؟ سلطان الانم گشنم اینجا نشستم. کی بیشتر انرژی داره؟ کی بیشتر حرف میزنه؟ پس وقتا باید برق بکشید. با تو حرف نزنم به کی حرف خب بزنم؟ باشه الان خودت مرسوم می‌کنی دیگه. کی بیشتر میره بیرون؟ کی وسواسی تره؟ سلطان. کی بیشتر کار میکنه؟ کار کجا؟ هر جا اصلا هر جا من کار نمی‌کنم. نه بحثی نیست نه، که به شغل نظرم داری یا منظورش نداری. بحثی که فعالیته. فعالیتش بیشتره قطعا من. چون مسئولیتش هم بیشتره. باشه. عزیزم نه آجیم درگیری ذهنیش بیشتره چون آره. بالاخره کارش با دلار و قیمت و طلا و فلان. کی هنرمندتره؟ کی بیشتر خرید میکنه؟ نه تو. با هم دوتا. نه من اصلا اندازه تو خرید نمیکنم. نه واقعا نه. خب من یه موضوعی هم هست. اوکی. من موضوع نمیگم. کی عصبی تره؟ خیلی. کی آشپزیش بهتره؟ بدون شک. بدون شک. از اون بر کی دست و دل بازه؟ جفتمون مثل همه. آره ما هم اینجا نظر. قربونت برم. کی سحرخیز تره؟ کی خجالتی تره؟ آره همیشه من برم جاش حرف بزنم همیشه. خب کی تو خونه بیشتر کار میکنه؟ وایسا. قطعا من میریزه جمع میکنم یعنی موندم آرزو چجوری چندین سال تحملش کرد. اینطوری نکن. نمیتونم زندگی خودت. خراب میشه. خب یه بار شد اینو بخوری مثلا از اینجا برش داری بذاری سر کم برات جاش. ظرف شستم. کم برام ظرف شستی دوبار دادم کم- ظرفش کم همه جارو پای کردم. ظرف شیران رفت تموم شد دیگه گفتم نمیدم بهش. کم جارو کردم. مثلا ظرفی که من تو یه ربع میشورم قطعا تو 45 دقیقه میشورم. خب همه به کارم قرآن اگه همینجوریه. دروغ بگم بعد هر لیوانی رو که میشوره 600 اینو میده. اینو تو مواد مخدر میگن. کی زودتر عصبانی میشه رو پرسیدم. کی نازک نارنجی تره؟ کی نزدیک برنجی تره؟ عادت کردی که من همه تحملتون میکنم. بحثا رو باز نکنم کاش. والا نازک نارنجی کافیه من با یکی برم بیرون با یکی حرف بزنم یا مثلا نشستم محلش نذارم مثلا دارم با تو صحبت میکنم آره مثلا فاتیدار باشی عسلدار باشی چه میدونم. آره اینو دیدم. به ناجی هم میگم. خب بچه هم دوست داره فقط. همه خودش باشه. این مالی کیه؟
خب کی فضول تره؟ چه من؟ این شیطون تره. آره به نظر منظورش که شیطونی. آره. کی احساسی تره؟ کی بدعکس تره؟ من سلطان. من اصلا جست بلد نیستم بگیرم. این کلیپم نمیخوام ببینم تا زمانی که کی مستقل تره؟ کی همیشه خودم مریضه؟ زنا لابدی نمیدونم. چیکار کنم؟ خب چیکار کنم؟ آخه کی بیشتر میره حمام؟ پول آب ایمامون اومده 700,000 تومان. یعنی من غلط کردی. همینو میگه. این دیگه گویای همه چیزه. سکوت میکنه. کمتر پتو بشور. ربطی نداره. یه ذره پتو میشورم یه روز در میون. کی بیشتر فیلم میبینه؟ نه. واقعا نه. کی بدقول‌تره؟ نه. جواب بیشتر نمیده. جوابش نمیده. کی لجبازتره؟ آیا جفتمونی؟ آها. نه این بیشتر لجباز. من یه جای کوتاه میام. تو کوتاه میای. تو کوتاه نمیای. من بحث میکنم بحث تموم میشه. تو حرف نمیزنی ولی ادامه داره. قشنگ میسوزونی آدمو. خب معلومه باید بحث نمی‌کنم. تا که حتی باز می‌کنی دیگه چشاتو می‌بندی هر چی میشه تو دعوا. تموم میشه ولی آدمو بی‌حرمت می‌کنی. نه خوب نیست اینجوری. من سکوت می‌کنم تو دعوا. زر می‌زنم. خب. وای عصبی شدم. کی جیغ جیغ‌تره؟ عصبی می‌کنم. ولش کن. اصلا باش بحث نمی‌کنم. خب باشه من. باشه من. کی حسودتره؟ نه. کی زودتر کوتاه میاد؟ نه. من. قطعاً من. اصلا کوتاه نمیاد. میدونی اصلا یعنی دهنو وا میکنه یک کوب صحبت. آره الان کوتاه نیومدم که اینجوری نشستم اینجا. خیلی کردی جفتمون می‌خواستیم فیلم بگیریم دیگه. کوتاه اومدم. فیلم بگیریم. الکی حرف نزن. خب این اصلا تو کوتاه اومدن نداره. خب کی صادق‌تره؟ جفتمون. اینجوری ما با میرم. آجیمون فریبا همیشه میگفت ما همه با هم اینجوری. خدا رحمتش کنه. قرار بود فریبا این فیلم‌ها رو بگیریم واقعا و دقیقاً واسه همین یه بهونه‌ای شد که این فیلم رو بگیریم چون دیدیم خیلی زود دیر میشه. واقعا. حالا هم دیگر بوس کنیم. نگاه عاشقانه. من دوست کنم. تلفن بخدا. جون. تو نکنیم. همین داشتم تو سرکله هم دیگه خب کی پر حرف تره؟ این آخرین سوال بود. من مورد داشتیم که بیرون میریم و تمام تابلوهایی که تو مسیر میبینن رو میخونه. آره میگم باز شه دهنه دیگه بسته نمیشه متاسفم ولی خب دوستش دارم دیگه. اینم خدا آفریده. تازه فریبا همیشه بهم میگفت چجوری تحملش میکنی. آره فریبا میگفت چجوری اینو تحمل میکنی. من نمیتونم خیلی حرف میزنه الهی بگردم. نه ولی دوستش دارم. یعنی واقعا وقتی نیست احساس میکنم خیلی خونه خالیه. خیلی واسه همین بیشتری زنگ زنم میشه بیای پیشم. خودش میگه. خودم میگم. ببین خودم همتون میگین چرا اینجا همش کلاسی. آره. خودش میگه. اعتراف کن اینجا. نه اصلا خودم میگم هیچی. واقعا خونه جفتمونم. اصلا قشنگ انگار داریم ما هم زندگی میکنیم تو همه شرایط. معنوی، روحی، مادی همه جوره. واقعا. پایدار باشی. چاکری. بچه‌هاتون رو ببینم. عروسیمون دعوتش کنید. چه اشکال داره؟ من بچه دوست دارم. از این آرزو برای من همه گرایش‌ها احترام بذارید. خدا لعنتت نکنه. همین دیگه. بچه سال تموم شد. خب مرسی از اینکه بهمون توجه کردین. کلیپمون رو تا اینجا نگاه کردین. شما به حرف بزنید. کم روتر و اینا. دیگه همین. این اولین کلیپیه که با هم دیگه گرفتیم. امیدوارم که بازخورد خوبی داشته باشه. بتونیم دوباره با هم دیگه کلیپ بگیریم. و بازخورد هم نداشته باشیم کلیپامون رو میذاریم. خیلی برام مهمه. گفتم که یعنی بدونید. دیگه همین. مرسی که تا اینجا با همون بودین. بای. بای.